داستانی درباره زوج ایرانی در امریکاست که قرار است کودکی را به سرپرستی قبول کنند. این کتاب در سال 2006 به مدت 3 هفته در فهرست پرفروش‌های آمازون قرار داشت. درباره کتاب نقب زدن به آمریکا، آن تایلر در رمان نقب زدن به آمریکا از خانواده ایرانی نوشته است که در امریکا زندگی می‌کنند و می‌خواهند کودکی را به سرپرستی قبول کنند. سام و زیبا این زن و شوهر ایرانی هستند و داستان حول محور آنها و مریم مادر سام می‌گذرد، زنی که سالها پیش و بعد از ازدواجش به امریکا مهاجرت کرده است و در دنیای متفاوت با فرهنگ خود زندگی کرده است. در این داستان علاوه بر خواندن زندگی آنها، از زندگی مهاجران دیگر آسیای شرقی هم می‌خوانیم. نیویورک تایمز این اثر را دری تازه به زندگی جامعه مهاجر در امریکا نامیده است. کتاب نقب زدن به آمریکا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ علاقه‌مندان به رمان‌های خارجی و دوستداران داستان‌هایی با موضوعات اجتماعی از خواندن این کتاب لذت می‌برند. نوشته کوتاه درباره آن تایلر. آن تایلر رمان‌نویس، داستان‌نویس و منتقد ادبی امریکایی و برنده جایزه پولیتزر برای داستان در سال 1989 است. او در 25 اکتبر 1941 در مینیاپولیس، مینوسوتا متولد شد. در سال 1963 آن تایلر با نویسنده و روانپزشک ایرانی سید محمد تقی مدرسی ازدواج کرد و 2 دختر به نام‌های تژ و میترا به دنیا آوردند. از میان آثار آن تایلر میتوان به وقتی بزرگ بودیم، ازدواج غیرحرفه‌ای، نردبان سالها، جهانگرد اتفاقی و نقب زدن به آمریکا و قرقره آبی اشاره کرد. اما گلی امامی مترجم این کتاب، گلرخ ادیب محمدی که با نام گلی امامی شناخته می شود، 16 تیر 1321 در تهران متولد شد. او نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی است. امامی در دهه 70 و 80 خورشیدی اداره کتابفروشی زمینه را بر عهده داشت.